إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهیم و موسی. با آن همه مصیبت و زندان که دیدیم، با گونه گونه جور و جفا می پرستمد. ارباب جا در خور تعظیم نیستند، از یاد قوم برهنپا می پرستمد. در تنگنای زندگی و خوابگاه قبر، در عالم فنا و بقا می پرستمد. هم با سریر و خامه و هم با زبان دل، هم آشکار هم در خفا می پرستمد. نیاز است که مثل شورای تاجیکای بریتانیا نهادی داشته باشند و از طریق از این نهاد مسائل هویتی، فرهنگی و دیگر بسا نیازهایی که دارند از این طریق با جامعه بریتانیا او را ادغام بکنند و خود را نزدیک بسازند. واقعا امروز یک روز با افتخار است برای همه ما، به ویژه و همتواران ما که امروز یک تعداد کثیری را می‌بینیم که جمع شدیم و تهدیدگذاری شورای تاجیکان بریتانیا را عملاً اعلام موجودیتش در حضور شما شخصیت ها تجلیل میکنیم. شورای تاجیکان بریتانیا خانه‌ای برای همه تاجیکان خواهد بود، خانه‌ای که در آن همدیگر را حمایت میکنیم، دانش و تجربه خود را به اشتراک میگذاریم و در راه احترام هویت خود میکوشیم. ما از همه شما دعوت میکنیم که در این مسیر با ما همراه باشید. ایجاد انسجام بهتر میان تاجیکان مقیم بریتانیا یکی از اهداف بنیادین این شوراست. انسجامی که در برابر تبارها، زبانها یا منطقی ویژه نیست. این روحیه ما را به عنوان یک جامعه فرهنگی به هم گره میزند. حالی که گپای خود جمع میکنیم، حالی که شورای تاجیکا در مرکز کشوری که 1000 سال بر قلمروای دنیا حاکمیت داشته به نام تاجیکان به وجود آمده، ما فکر میکنیم یک قدم بسیار نیک است، کار بسیار اساسی است. یا گویندگان این زبان که به دری و تاجیکی و فارسی به دستبندی شده، در جهان امروز ما جایگاه بسیار بلندی را داریم. زنی را می شناسم من که در یک گوشه خانه میان شستن و پختن درون آشپزخانه سرود عشق می خواند. نگاهش ساده و تنهاست، صدایش خسته و محزون، امیدش در ته فرداست. سبب شدن ما امروز برده هم جمع شویم و این روز بزرگی که در تاریخ ما تاجیک‌ها در بریتانیا است را تجلیل بکنیم.